امروزها آن بدبختان یهود دارند دختران و پسران فلسطینی را که اپا و دادر ما می شود دارند می کشند. این یهودی پلید، این یهودی به وجدان دارند کودکان را شهید می کنند. این یهود از همه دشمنی سرسخت و به رحم که بر طفلان فلسطینی رحم نکرد، بر زنان و پیران و جوانان فلسطینی رحم نکرد و در یک شب 70 پیامبر را شهید کردند و امروز به من و تو رحم میکنند. انشاءالله الله بر آنها هیچگاه رحم نمی کند. آنقدر طفلان و کودکان را کشتند، آنقدر برادران و خواهران را شهید کردند. خانه های آنها بمب باران بود، خانه های آنها تیر باران بود. چندین هزار مسلمانان را کشتند، شهید کردند. کجاست آن مسلمانی که خیزد از پشت مسلمان دفاع کند؟ عاشقان دین کجا شدند؟ عاشقان دین اسلام کجا شدند؟ چرا دولت‌های اسلامی خاموشند؟ دولت‌های اسلامی تا که از خاموشی استفاده می‌برید؟ تا که خود را پنهان می‌سازید؟ قیامت نزدیک است. روز قیامت الله کسانی که کشته شدند، کسانی که شهید شدند، قطرات خون آن شهیدان را از من و تو می‌پرسد. برای چی ای بنده از پشت برادر دفاع نکردی؟ برای چی ای بنده از پشت برادر خواهر گپ نزدی؟ این للمؤمنین اخوه، مگر مسلمان برادر مسلمان نیست؟ مسلمان برادر مسلمان است. این للمؤمنین اخوه. انشاءالله همه این درد و عذاب ها میگذرد. ای کاش یا رسول الله میبودی که میدیدی دختران امتت را زیر پای یهودی پلید دارد لطکوب میکنند، دارد لطکوب میشود. ای کاش عمر جان میبودی و میدیدی که امتان نبی را چگونه به قتل میرسانند، چگونه شهید میکنند. انشاءالله روزی میشود که پیروزی بر مسلمان ها میرسد. انشاءالله آن روز هم قریب است.